من گمان میکنم که در دنیا ملتی مثل ملت تاجیک نیست که نصیحت بسیار شنیده باشد. از اوستا شروع کنیم، بعد قرآن مجید، بعد شاهنامه، بعد مثنوی، بعد حافظ، خیام، نمیدونم، بعد آخران اگر وای نکنیم سیدای نصفی و احمد دانش که اینقدر این ملت رو نصیحت کردن، سعدی و نمیدونم کلیم و صاحب، اینا همه بله. بسیار مردمی هستیم که نصیحت زیاد شنیدیم. یعنی که معلوم میشه در طول تاریخ ما همیشه به نصیحت نیاز داشته ایم و محفل های بودن که شاهنامه خوانی بوده است در قدیم، داستان ابو مسلم، حمزه، اینها رو میخواندن. اینها هم برای خاطر آن بوده است که مردم نصیحت کنند و راه راست روانه کنند و